ما زمان شرایط و زمان رو درک بکنیم، اینکه چرا یک همچین اتفاقی دکفته و اتفاق بعد تبدیل به وسط جنبش نهضت و بعد تعالی پیدا بکنه بیت انقلاب. نگاه اول هیچ نگاه چیز نبود، نگاه بومی محلی نبود و تا آخر هم نبسته. اتفاقی که در گیلان، جغرافیای گیلان دکفته به خاطر هم بود که بانی کار که شخص کوچکخان بود و فقط نه کوچکخان، در اطرافش عزیزان دیگری هم ایسای بید که البته اوشن هم بخش زیادی از زندگی خودشان وقت و کار بکنید و اوشن هم نام دارید. من الان نخوام دانه دانه ایشان نام ببرم چون هی به درازا کشه، اما مجموعه آدمان اشان کسایی بید که برای حریت و آزادی و ضد بیگانه که در ایران اشغال بکنی بید، البته اون موقع اشغال بکنی بید، نفوذ بکنی بید و در واقع همه چیز کشور به یغما بردید. حکومت دست اشن بود. عده‌ای از حکومتگران مرکز روسوفیل بید، عده‌ای انگلوفیل بید، انگلیسی طرفدار انگلیس بید، طرفدار روس بید. بنابراین در یک همچین جوی که فساد تا مغز استخوان دربار و حکومتگران و حاکمان نفوذ بکنده بود و بیگانه در نقش تصمیم گیرنده داشتی، نقش اساسی داشتی و حاکمان محلی هم از عاملان کنسولگری و دیپلمات‌های خارجی انگلیس و روس بود. بنابراین اما باید بدانیم که شرایط زمانی او دور چی بود؟ دوری بود که در واقع همه چیز ایران به یغما بود تو حکومت فاسد دزد اختلاسگر بید. الا اون موقع که مسئله اختلاس به صورت مطرح نبود. من فقط خیمانه بگم که در شرایط بحرانی که همیشه بالاخره قهرمانانی ظهور کنید، مردانی، زنانی، کسایی که از جان و مال خودشان گذرید و بالاخره در کوران زندگی با عده دیگری آشنا بید و او عده دیگر هی انبوه بید و بالاخره در مسیری قرار گیرید که حالا به مدد به هر حال اتفاقاتی که در او دوران دکفه نهضت پیش و جلوش. اتفاقی هم که در زمان جنگل دکفت بود و علت بود برای اینکه میرزا و گروه یارانش بتنید دست متجاوزین از گیلان و ایران خارج بکنید و حکومتی دولتی باورید سر کار که بتنه بر مبنای صداقت، ایثار، خدمت و نوگرایی و بروز کردن خودش و به هر حال بالا کشیدن زندگی با رفاه اجتماعی او دوران و که خواهش همه بر بخورده به دوره جنگ جهانی اول و قحطی و بیماری های مهلک و اتفاقات زیادی که بعدها با ایدئولوژی همراه و هر چیزی که با ایدئولوژی همراه ببه بنا به دلایلی که خودش داره یه مقدار به هر حال لوس به و بعد در گذر زمان ابهاماتی ایجاد بکه نسل یا نسل‌های بعد همش به ابهام رسیدی که اصلا جنگل چی بود، چرا اتم وستوش. وقتی نهضت شکل بگیفته اولین بار طبیعیه که اغلب گیلانی بید، یعنی شاید به استثنای چند نفر همه گیلانی بید. در گیلانی بودن هم گیلک بید هم تالش بید و عرضم به حضور شما موقعی که شکل بگیفته همه از دوستان میرزا و هم جزو در واقع آزادی خواهان میهن دوست بید. یعنی مسئله این که گیلان فقط به گیلان توجه بدارید اصلا یه همچین چیزی وجود نشده
ممکنه در بعضی از افرادی که به اون جمع حاضر به وسیله یک همچین تمایلاتی نبی، اما اصلا مسئله در واقع تجزیه‌اش هم به طور کلی نبود. بنابراین تا حرکتی بود که از گیلان شروع بوسته، ولی همیشه در صدد هم بید که کشوره، یعنی کل ایرانه، از فساد دربار خارج بکنید و دست بیگانگان کوتاه بکنید. در کوران به اصطلاح او 7 سالی که خدمت شما عرض بکنم اتفاقاتی گرفته که او اتفاقات تأثیر بده و در واقع باعث بورسی که نهضت یک مقدار رنگ‌های مختلف به خودش بگیره و در هر دوره باید رنگان نه به صورت کلی بلکه به صورت قابل ریز به آدم باریک بدرش و مطالعه بکنه و بعد به نتیجه برسه. اما اینکه چه اقوامی وارد بورسیدید، بعدها اقوام وارد بورسید. یعنی وقتی که شما مسئله سال 1290 و قرارداد مثلا وثوق الدوله که شکل گیره و حکومت مثلا یه دشیری برای کرمانشاه و تغییر پایتخت و بعد نفوذ انگلیسیان، روس‌ها و ارزم به حضور شما او نخست وزیران و اشان مرتب عوض بیدید، جریان تاریخی به سمت سویشه که تمام ناراضیان کشور، چون ده حرکتی در جای دیگر ایران نبود، فقط در گیلان نبود، اشان کم کم باید به سمت رشت و جنگل های فومنات و به گروه بپیوندید. میان اشان خب از همه اقوام ایسا بید، به هر حال فارس بید، ترک بید، کردان مخصوصا با محیط. کردان نقش خیلی حساسی داشتید، به ویژه در دوره آخر جنگ بنا به دلایلی نهضت جنگل واسی به دوره‌های مختلف تقسیم کردن. دوره اول مثلا دوری بود که اعلام موجودیت بود، شکلگیری بود، مبارزات محلی بود و عرضم به حضور شما اینکه اعلام حضور بکنید و خودشان تثبیت بکنید. ان زمانی بود که بیشتر همه به کاکل گیلانیان بود. بعد یک زمانی بود که به هر حال اتفاقات دیگری دکفه و نیروهای انقلاب، جنگ جهانی به انقلاب سرخ به و روسان، اما آیا باسی بیم کروس، برای اینکه یک زمانی تزاران بر روسیه حاکم بید، بنابراین روس‌های تزاری، روس‌های قزاق اشان فرق خونیده با موقعی که جنگ جهانی اول صورت گیره و بعد انقلاب بولشویکی به و روس‌های سرخ، روس‌های انقلابی. بنابراین اون موقع که الان ما راجع به اون بحث کردن دیدیم، در واقع همه چیز به هم ریخته بود، جنگ جهانی بود و کشور اشغال بود و همه جور روسی سوا، یعنی دو جور روسی سوا، هم روسی سفید، روسای منشویک که ضد انقلاب سرخ بود، طرفدار به اصطلاح حکومت ملی بود، تزارش آمده سقوط بکنده بود، ولی و روسای سرخ به میانش هم واسه. اما که اگر نام بریم از روس بدانیم که چه روسی است، اگرچه روس خود روسه، هیچ فرقی هم نکنه. الان هم عرضم به حضور شما و بعد وقتی که اما این روس اون موقع اقوامی که شما اشاره بکنید اقوام قفقازی هم میسبید، ترکان میسبید، عثمانیان رفت آمد کردید چون جنگ جهانی بود و آلمانیان و عرضم به حضور شما گرجی، ارمنی فوق العاده، ارامنه زیاد توی نهضت جنگل نقش داشتی و گرجیان و خب ترکای آذری و از آذربایجان خود آمام خیلی سبیده و عرضم به حضور شما انگلیسی هم وقتی گیم انگلیس هم تا ابرقدرت او زمان بود، یعنی سربازانش آمیزه‌ای بود از اقوام مختلف، از کشورهای مختلف، مخصوصا هندی و در هندی ها سربازان هندی هم از اون طایفی بود که اشان در بیرحمی و در قساوت در واقع خیلی سنگ تمام نهید.
همه اقوام و ملیت ها در او دوران بحرانی در گیلان تردد کنید و رفت و آمد داشتید و ژنرال های خیلی خیلی سرشناسی هم انگلیسی و هم روسی چنه محل برخوردن بود، چون انگلیسیان خواستید اون روس‌های سفیده که اگه در ایران زمان تزار در واقع اشغال بکنید یا به عنوان قزاقی سوید اشین روانه کنید و جلوی سربازان روس سرخ انقلاب سرخ ایستادگی بکنید. بنابراین مجموعه آشفت بازاری که ایجاد کنه اتفاقاتی دیگه از جمله جبهه‌ای که میرزا و گروه یارانش گیردید این که با انقلاب سرخ چه همکاری تنید بکنید، به خصوص که انقلاب سرخ انقلابی بود که تازه شکل بگیفته بود، تازه خودش نشان بده بود با مرامی که داشتی و در واقع و امتیازاتیه که از ایران بگیفتید همه ملغا بکد و امتیازات دوره تزاریه و موجب بگستو که افراد او شخصیت های سیاسی او زمان تمایل نشان بدید به ایدئولوژی، از جمله خود میرزا که در واقع همسو بگستو و مرام انقلابی کمونیستی، اما در یک حالت خیلی خیلی شک و تردید و در واقع عدم اطمینان، ولیکن با سمپاتی و وابستگی، یعنی در واقع اظهار تمایل و عشان باعث بورسی که بعدها مسئله کودتای سرخ در خود انقلاب جنگل پیش بیه و گروه تندرو در واقع میرزای خلیت بکنید و میرزا بعد از اینکه او جمهوری گیلان اعلام بوسته بود بشه برای جنگل 2 مرتبه و ابتکار عمل از دست میرزا خارجه و دیگه به دست حکومت دولت انقلابی شوروی گیلان که در واقع کماکان از نیروهای انقلاب بولشویک روسان تقویت پستی و حمایت پستی و گروه های بالاخره روشنفکرای او زمان هم تا حدی چپگرایان و عشان هم وابستگی نشان دهید و در نتیجه ابتکار عمل از دست میرزا خارج به و 16 ماه آخر اصلا انقلاب اصلا میرزا به او صورت کاری نبود تا اینکه در یک زمانی که به هر حال حیدر خان اماغلی که با هم دیگه بتونید به آشتی ملی برسید مسائل هم وجود داشتی، یعنی وقتی که در واقع دولت جمهوری سوسیالیستی گیلان یا ایران ایجاد بوست و به رهبری احسان الله خان، اما رهبری اصلی دست روسان بود، روسای سرخ بود و عشان در واقع عامل بید در واقع مسئله موجب بوست و که انشعاب و افترا و عشان خود به صورت شکست بخوردید به صورت آشتی ملی بیرون بیایی که حیدرخان ورود کنه و بعد باز هم عوامل نفوذی باعث به که اختلاف دامن زده و بعد اون واقعی ملاسرا پیش بیایی. من نخوام فقط راوی و ناقل ایت حادثه ببم، دوست دارم که یعنی ایت مسئله آدم گیره وارد جزئیات بشیم، در بحث کلی مسائلی پیشه که در ایت وقت کم آدم نتونیشونه به هر حال سرطای با هم دیگه باوره.